به نام خدا، من بهزاد بزرگی هستم. حدود 31 ساله که کار نگارگری رو شروع می‌کنم و کار کردم. نقاشی ایرانی رو از دوران کودکی و خردسالی شروع کردم. به این دلیل بود که من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که اهل شعر، ادب و هنر ایرانی بودن. پدرم، مادرم و خواهرانم همشون نویسنده و شاعر بودن. از دوران کودکی توی شب شعر و محافل شعری بزرگ شدم و تصمیم گرفتم که همونجور که حافظ، مولانا، سعدی، هومن خیام و دیگر شاعران رو میشنیدم و درکشون میکردم، تصمیم گرفتم که اونها رو به تصویر بکشم. از دوران کودکی با استاد تجویدی، مرحوم تجویدی آشنا شدم. حدود 9 سالم بود، 10 سالم بود که با استاد تجویدی کار کردم. بعد با استاد فرشیان آشنا شدم، با آقای علی جانپور که استاد عزیز بنده هستن، با استاد علی اصغر تجویدی و استاد بزرگ خودم استاد محمد باقر آقایی کار کردم. سبکی رو که من امسال اومدم وارد بلاروز شدم و نمایش گذاشتم، اکثرا سبک قلمگیری، نقاشی با گواش سفید رو زمینه مشکی و مجموعه دیگم که مجموعه ایران سرزمین فیروز است. در حقیقت من اومدم مکتب دوران اصفهان رو با داغکوب‌های دوره سلجوقی تلفیق کردم با رنگ فیروزه‌ای که مختص رنگ ایران هست. اومدم یک مجموعه نو در عین حال هماهنگ با مینیاتور قدیم اجرا کردم. وقتی برمیگردیم به تاریخچه نگارگری در حقیقت خیلی‌ها میگن که از مکتب چین گرفته شده، ولی ما وقتی برمیگردیم به دوران ساسانی یا وقتی برمیگردیم به مانی نقاش که دورای ساسانی زندگی میکرد و خودش رو پیغمبر معرفی کرده بود، در حقیقت این فرم نقاشی و این فرم دورگیری با چنین رنگ‌هایی مثل طلا، نقره و رنگ‌های تندخام از دوره مانی بود که مانی و اطرافیانش که میرفتن تا دین خودشون رو شیوع بدن وارد چین و دیگر کشورها شدن و اومدن نقاشی رو به این فرمی که ما الان اجرا میکنیم تبلیغ کردن. بعد از اون که دوره مغول، سلجوقی و تیموریان شروع شد، ایران و چین با هم دیگه داد و ستد تجاری داشتن و باعث شد که خیلی از چیزهایی که توی چین بود وارد نقاشی ایران بشه، مثل اژدها و ابرهای چینی، و ایرانی ها اون نقاشی رو به بهترین نحو و حتی بهتر از چینی ها اجرا کردن و این مشکل ایجاد شد که خیلی ها میگن نقاشی ایرانی برگرفته از نقاشی چینیه، ولی در حقیقت این نیست.
وقتی میخوایم نقاشی ایرانی رو جدا کنیم از دوره‌های همدیگه، به چندین دوره میرسیم که مهمترین دورش دوره سلجوقی ایلخانیه که همون دوره مغوله که صورت‌ها گرد و چشم‌های کشیده دارن و همه شبیه مغول‌ها هستن. البته این سیر و روند تا آخرش که بعد از رضا عباسی، یعنی در حقیقت دوره مکتب اصفهان هست، ادامه داره، اما در حقیقت از همونجا شروع شده، چون تمام پادشاهان و رؤسا همه چینی بودن و معمولا نقاشان طوری نقاشی میکشیدن که اونها دوست داشته باشن. بعد از اینکه از دوره مغول و تیموری ما میاییم کم کم به جلوتر، به دوران مکتب هرات میرسیم که در اون دوران بهزاد بزرگترین نقاش اونجا بود و سلطان محمد. بعد از مکتب هرات ما مکتب تبریز داریم، بعد مکتب قزوین داریم، مکتب شیراز و مکاتب دیگر تا میرسیم به مکتب اصفهان که اوج دوران نقاشی ایرانی توی دوران مکتب اصفهان بود. بعد از مکتب اصفهان ما نقاشان دیگه داریم. البته معروفترین نقاش دوره مکتب اصفهان که دوست صمیمی شاه عباس هم بود، رضا عباسی بود. بعد از دوران مکتب اصفهان ما نقاشان خیلی معروف دیگه مثل محمد یوسف، محمد علی و یک نقاش دیگه هم هست که متاسفانه یادم رفت داشتیم که بعد از اون دوران وارد دوران قاجار میشیم که نقاشی ایرانی متاسفانه منسوخ میشه به خاطر اینکه نقاشی فرنگی و رئال به توسط کمال الملک از فرنگ وارد ایران میشه و کار رئال رونق پیدا میکنه، تا اینکه ما به دوره استاد حسین بهزاد میرسیم. مکاتب مختلف رو مرور کرد و نقاشی ایرانی یا مینیاتوری که ما الان بهش نگاه میکنیم رو از نو اومد بهش بها داد و الان هم که اساتید ارزنده بسیار داریم مثل استاد فرشچیان و استاد محمد باقر آقامی. تکنیکایی که من توی نقاشی خودم استفاده میکنم از ورق طلا هست. من معمولا از گواش و آبرنگ استفاده میکنم. در حقیقت فلسفه گواش و آبرنگ همون فلسفه مسئله عرفانی و روحانی نقاشی ایرانیه که ما در حقیقت با رنگ جسمی که همون گواش هست زمینه رو کاملا میپوشونیم و با رنگ روحی بهش روح میدمیم. با گواش، آبرنگ، اکریلیک هم خیلی جاها کار میکنم، ولی مجموعه‌ای که اینجا آوردم همشون گواش و آبرنگ هستن. یک سری کارهای دوره سلجوقی رو من اومدم با نگاه امروز، با فضای امروز ایجاد کردم، طوری که طراحی رو میکشم، کلیشه میسازم، بعد داغ میکنم روی چرم به توسط یک سری اسید و رنگ‌های خاص چرم رو کهنه میکنم و اونها رو پتینه فیروزه‌ای میکنم. کل تکنیک های من این کارها بود. تا حالا من حدود 40 تا یا 41 نمایشگاه داشتم داخل و خارج ایران
کشورهای مختلف رفتم. امسال سعادت این رو داشتم تا در کشور بلاروس و در پایتختش مینسک باشم. داخل یک موزه بسیار زیبا که موزه هنر اینجاست من نمایشگاه دارم. خیلی ممنونم از مردمان بلاروس، انسان‌های خیلی خونگرم برخلاف فضای سردشون. خیلی دوست داشتنیه، خیلی کشور قشنگیه و من خیلی دوست دارم که تابستون هم بیام و فضای گرم تابستونی اینجا رو هم ببینم. امیدوارم، آرزو دارم که مردم از کارهای من خوششون اومده باشه و امیدوار هستم که بتونم سالهای آینده باز هم اینجا بیام و کارهای جدیدتر رو به نمایش بذارم.